در سپیده‌دمی دور، در کنار رودخانه‌ای که هنوز نامش را باد می‌داند، موبدی سفیدپوش ساقه‌ای سبز را از میان سنگ‌ها می‌چیند. دستانش می‌لرزد، اما نگاهش استوار است. او می‌داند این گیاه می‌تواند مرز میان زندگی و مرگ را از هم بدرد. نامش را هوم گذاشته‌اند، گیاهی ممنوعه، رازناک و مینوی. در اوستا آمده است هوم درمان مرگ است و در اردویرافنامه روح ویراف پس از نوشیدن آن تن را ترک می کند و از دروازه های دوزخ و بهشت عبور می کند. اما چه بود این نوشیدنی؟ مخلوطی از ساقه‌های سبز، تلخ چون کوهستان و شیرین چون عسل، مایعی که نه فقط نوشیدنی که آیینی بود. موبدان، بامدادان کنار رود می‌رفتند، هوم را با هاون سنگین می‌کوبیدند، از صافی‌های برنزی می‌گذراندند و مایع سبز را در جام‌های نقره‌ای می‌ریختند. گفته می‌شود در همان لحظه دروازه‌ای به جهان دیگر گشوده می‌شد، دروازه‌ای میان انسان و ایزد. هوم راز بزرگ میان جسم و روح بود، اما آیا واقعا وجود داشت یا فقط اسطوره‌ای برای تسکین مرگ بود؟ اگر تا اینجا با ما اومدی، یعنی تو هم عاشق رمزهای تاریخ ایرانی هستی. کانال رمزگشایی تاریخ رو دنبال کن، چون هر ویدئو یه راز پنهان از ایران باستانه. در یسناهای اوستا هوم تنها یک گیاه نیست. او خود ایزدی است زرین‌پوش و درخشان، ایزدی که قربانی و در عین حال قربانی شونده است. هوم در کنار آتش ایستاده، در دستش هاونی سنگی و پر از نوری سبز. به یاری او روانها به آسمان می‌روند و مرز میان این جهان و آن جهان فرو می‌ریزد. در آیین‌های زرتشتی نوشیدن هوم به معنی اتحاد با نیروهای مینوی بود، قربانی پاک برای ایزدان. در متون پهلوی آمده است که تنها موبدان راستکردار می توانستند آن را آماده کنند، زیرا کوچکترین آلودگی دروازه را به سوی تاریکی می گشود. هوم تنها نوشیدنی نبود، کلید بود. در کاوش‌های باستانی، در نمازگاه تپه و گنور تپه، آثاری از گیاه افدرا، هاون‌های آیینی و صافی‌های برنزی یافت شده. همه نشانه‌هایی از همان آیین باستانی هوم‌نوشی. آیا این ابزارها بقایای نخستین مراسم عبور روح بوده‌اند یا نشانه‌هایی از تمدنی که راز جاودانگی را می‌دانست؟ هوم از دوران اسطوره به دوره تاریخ قدم گذاشت. در سنگ‌نگاره‌های هخامنشی نشانه‌هایی از گیاهی دیده می‌شود که شباهتی عجیب به توصیف اوستایی هوم دارد. برخی پژوهشگران می‌گویند حتی داریوش و کوروش در آیین‌های درباریشان هوم را به عنوان نماد تقدس می‌نوشیدند. در دوران اشکانی و ساسانی، در آتشکده‌ها مراسمی با ریشه در آیین هوم برگزار می‌شد. در هاون‌های سنگی موبدان مایع سبز را می‌کوبیدند و در برابر آتش مقدس نثار می‌کردند. هوم روح آیین زرتشتی بود، نشان پیوند انسان با جهان مینوی. اما با گذشت زمان معنا تغییر کرد. هوم به افسانه بدل شد. در متون متأخر او را گیاه ممنوعه خواندند، چیزی میان دعا و خطر. شاید به همین دلیل است که امروز حتی نامش هم ترسناک به گوش می رسد. هوم، گیاهی که مرز زندگی و مرگ را بر می دارد. امروز باستانشناسان و زبانشناسان دوباره در پی رد پای هوم هستند. ویکتور ساریانیدی در ماریگیانا و گنورتپه ردی از گیاهان توهمزا و آیینی یافت. او گفت هوم واقعی بود، اما نه فقط در زمین، بلکه در ذهن.
هوم شاید ترکیبی از گیاهان مقدس بوده. افدرا، خشخاش، عسل و شیر، معجونی که روان را از جسم جدا می کرد. اما در معنای عمیق‌تر، خون همان چیزی است که انسان همیشه در پیش بوده، جاودانگی. موبدان با نوشیدن آن مرگ را تجربه می کردند تا زندگی را بفهمند. هوم پلی بود میان انسان و حقیقت و شاید راز جاودانگی ایرانیان در همین نهفته است. مرگی آگاهانه برای زاده شدن دوباره. هوم اسطوره نیست، یادآور پیوند انسان با مینوی جاودانه است. همان نوری که از دل تاریکی برمیخیزد. طعم تاریخ هنوز تمام نشده. سابسکرایب کن، زنگ رو بزن و با ما برگرد به سفری دیگه در دل ایران باستان.